سلام و صد درود به شما همراهان دوست داشتنی دستپخت تیوی. به قلب خونه خوش اومدی. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت باشید. با هم بریم یه ماکارونی بدون گوشت درست کنیم با عدس. خیلی خوشمزه و راحت و آسونه. پیاز 2 عدد درشت. برای این غذا پیازش باید زیاد باشه تا خوش طعم بشه. عدس پخته شده 1 پیمانه. سیب زمینی نگینی خرد شده 1 عدد درشت. فلفل سبز شیرین 3 عدد. ماکارونی هم هرچی که خودتون دوست دارید. من ماکارونی فرمی استفاده کردم، 1.5 نیاز دارم. ادویه داریم، ادویه کاری سبزان، لینکشون بالا میاد، حتما برید نگاه کنید. ما برای هر غذایی ادویه مخصوص خودش استفاده میکنیم. کافیه که فقط 1 بار این غذاها رو با ادویه مخصوص خودش درست کنیم تا از طعم اون واقعا لذت ببرید. رب گوجه فرنگی 3 قاشق غذاخوری. نمک و زردچوبه هم نیاز داریم. خب دوستان قشنگم، همین الان ویدیو لایک کن، اون زنگولم فعال کن تا غذاهای جدید گذاشتیم برای شما پیامش بیاد. عاشق تک تک شما عزیزای دلم هستم. روغن به ظرفمون اضافه میکنیم. پیاز نگینی خرد شده رو اضافه میکنیم. پیازمون که یه مقدار طلایی شد، ادویه سبزان رو بهش اضافه میکنیم. یه تفت کوچولو بهش میدیم. رب اضافه میکنیم. 3 قاشق غذاخوری که داشتیم. رب تفت میدیم تا خامیش گرفته بشه. این ظرفمون هم گذاشتیم که سیب زمینی نگینی شده رو سرخش کنیم. یه مقدار رو اضافه میکنم. سیب زمین رو سرخ میکنیم. رو با شعله کم تفت بدید تا ربتون نسوزه. ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی برام به حساباتون نبره، سابسکرایب کنید تا به بزرگتر شدن و بهتر شدن کار ما کمک کنید و ما رو بین دوستانتون به اشتراک بذارید. 3 عدد فلفل سبز شیرین داریم. اینو اضافه میکنم. نمک رو اضافه کنید. 2 قاشق چای خوری. عدس پخته شده هم یه تفت کوچولو میدیم. شما باید ربتون اینطوری خوش رنگ شده باشه. فقط عدس ریز استفاده کنید. عدس های درشت خوش طعم نیستن و زود پوستاشون هم جدا میشه. نذارید فقط عدستون له بشه. یه تفت کوچولو میذاریم بخوره. نمک رو اضافه میکنیم. 1 قاشق غذاخوری نمک. زردچوبه هم 1 قاشق چای خوری تا ماکارونی‌ها به هم نچسبن. یه بسته ماکارونی فرمی رو اضافه میکنیم. پس دیگه به زمان ماکارونیتون داریم. این روش نوشته 10 دقیقه. من 8 دقیقه بیشتر بهش زمان نمیدم، اما 8 دقیقه کافیه. من همیشه بزنم. خب دوستان عزیزم، وقتی که جوش خورد بعد از 8 دقیقه برمیگردم. بذارید تا به مقدار داغ بشه. روغن رو اضافه کنید. به سیب زمینیتون نمک بذارید تا یکم سیب زمینیتون نمک داشته باشه، بی نمک نباشه. من نصفشو سیب زمینی میذارم، نصفشو ماکارونی، چون فیلم بردارمون ماکارونی دوست داره. دیگه ماکارونی دوست داره. خب ماکارونی رو یک مقدار آب سرد گرفتیم. الان مواد رو اضافه میکنیم. یه عدد فلفل هندی هم اضافه میکنیم. آبشار تازه 1 کوچولو به صورت بارونی روش بپاشید. خیلی طعم ماکارونی رو خوشمزه میکنه.
مواد رو اضافه کنید و دوباره یه کوچولو آویشن روش بپاشید. خیلی طعم ماکارونیتون رو خوشمزه میکنه. شعله گاز رو یکم زیاد کنید، یکم که بخار کرد شعله گاز رو کم کنید. بذارید قشنگ دم بیاد به مدت 20 دقیقه. میریم و برمیگردیم. رو سیب زمینی‌هایی که سرخ کردید یکم نمک بپاشید تا بی نمک نباشه. اینم ماکارونی ما که قشنگ دم اومده. این سیب زمینی سرخ شده رو الان موقعی که دم کشید میخواید سرو کنید حتما اضافه کنید. زودتر بخواید اضافه کنید حالت خمیری پیدا میکنه، اینطوری خیلی خوشمزه تره. خب من سرو میکنم، میام در خدمت شما دوستان عزیزم. این ماکارونی ما، غذای خوشمزه و راحت آسان ما هم آماده شد. پسر عزیزم یه تستی بکنه. اینم ته‌دیگ قشنگ ما. بفرمایید عزیزم. امیدوارم درست کنید و نوش جان کنید. بفرمایید. دوستان واقعا غذای خوشمزه‌ای اصلا جای خالی گوشت رو احساس نمی‌کنید. یه غذای اقتصادی و خیلی خوشمزه است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید و بعد پول داشتید. به بچه خوشمزه بود، دلم خواست دوباره. چه جانتون. ممنونم از اینکه همراه دستبخت تیوی بودید. تکرار میکنم دستبخت تیوی حامی نداره و حامیش تو نوعی هسته که دارین ویدیو رو میبینی و به چند روش میتونی از من حمایت کنی. اگر منو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنی، اگر ویدیو رو لایک نکردی لایک کنی و اگر نظری داری و از همه اینها مهمتر اگر نظری داری در مورد دستبخت تیوی و فکر میکنی باعث رشد ما میشه 100% اون رو کامنت کنید. ارادتمند و دوستدار شما دستبخت.